شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 29. سه ثروت داغستان. مردم کوهستان یک عمر مسافر، یکی از پی ثروت سفر می کند، دیگری از پی شهرت، سیومی از پی حقیقت. اینک آنهایی که از پی ثروت به راه برآمده بودند خوشکام برگشتند و حالا از سفر خود بهره می برند. اینک آنهایی که از پی شهرت به راه برآمده بودند آن را یافتند و اکنون فهمیدند که شهرت قیمتی نداشته است و آن هم از سعی و کوشش بر عبث رفته است. ولی راه آنهایی که برای یافتن حقیقت برآمده بودند از همه دور به آخر بوده است. هر آن کس که به جستجوی حقیقت به راه برآمد خود را یک عمر به مسافرت گرفتار کرد. وقتی که مردم کوهستانی به جای رفتنی می شود البته خرش همراهش است. به این جانوری بی منت همیشه سه چیز بار است: خلطه پر، در پهلوی آن سناج و در پهلوی یکی آن کوزچه. صدها سال باز مردی کوهستانی در سفر از اول به اول از مضافات به مضافات می گردد. پیش و پیش همون خرکش سم می زند و در پشتش خلطه و سناج و کوزه است. در یک کشوری پرثروت بعدی آن که مردی کوهستانی از نزد خرش دور رفت دسته شکم سیران حیوانی بی زبان را عذاب دادن گرفتند. خر را با خلچوب خار خله کرده مجبور می نمودند که لگد پرتایی بکند. نابکارها پنداشتند که خر از خله های آنها می رقصد. مردی کوهستانی دید که شریکی به منت راهش را عذاب می دهند. خنجر از غلاف کشید. بجای کوهستانی خرس را غضبی می کردید بهتر می شد گفت او. بیکار خوجه ها ترسیده عذر خواستند و مرد کوهستانی را هر خیل خوش آمدها زده به زور راضی کردند که خنجر به غلاف اندازد. پس از آن که میان آنها آرامانه گفتگو سر شد جوانان پرسیدند: بخرت چی بار داری؟ به ما فروش. برای خریدن این چیزی من نه طلاهاتون میرسد و نه نقره هاتون. نرهش را گپ زن، آن طرفش را میبینیم. این چیز بها ندارد. چیست در خلطه هایت که بی بها بوده است؟ وطنم، داغستانم. وطنم بخر بار است. قاه قاه خندیدند جوانان. کنی وطن را نشانده. مرد کوهستانی دهان خلطه را گشاد و آدمان در آن خاک مقرری را دیدند. ضمناً خاک مقرری نبود. از 3 قسم آن سنگ بود. همه‌اش همین؟ ثروتت همین است؟ ها، این خاک کوهستانی من، کلمه شهادتی پدرم، نخستین اشکی مادرم، اولین سوگند خودم، آخرین میراث بابایم و آخرین میراث من به نبیرم. این باز چی؟ اول دهانی خلطه را بندم. مرد کوهستانی دهانی خلطه را بسته بخر بار کرد. سپس دهانی کوزه را گشاد و همه دیدند که در آن آب. ضمناً آب را چشیدند که اندک شورتم است. تو آبی را برداشته گشته ای که حتی نوشیدن نمی شود. این آبی بحر خزر،
این بحر برای داغستان آینه است که در آن خود را می بیند. خیر، در سناچت چیست؟ داغستان از 3 قسم عبارت: یکم زمین، دویم بحر، سیومش همه چیزهای دیگر. همین دور. خیر، این بارها را برای چی و به چی سبب برداشته می گردی؟ برای آنکه وطنم دائم همراهم باشد. اگر در راه بمیرم به قبرم خاک می پاشند، سنگ قبرم را به آب بحر می شویند. مردی کوهستانی 1 خورده خاک وطن را گرفته به انگشتانش مالید و بعد دستانش را به آب کوزه آب گردان کرد. برای چی خیل میکنی؟ دستی را که به دست بیکار خوجه ها رسیده است فقط همین طور شسته تازه کردن در کار. مردی کوهستانی به راهش دوام داد. وی هنوز در راه است. اینک 3 ثروت داغستان: کوه، بحر و چیزهای دیگر. 3 سرود دارد مردی کوهستانی، 3 رکعت نماز دارد نمازخوان، 3 مقصد دارد مسافر: ثروت، شهرت، حقیقت. مادرم در بچگیم چنین نصیحت میکرد: داغستان پرنده است که در قناتش 3 پر قیمت بها دارد. پدرم میگفت 3 استا از 3 چیز قیمت بها داغستان ما را آفریده است. البته مال و اشیایی که داغستان از آنها عبارت است اصلا خیلی زیادند. من این را در تجربه تلخ خود آزمودم. تقریبا 25 سال پیش از این به من سپاریدن که در باره داغستان فیلم نامه نویسم و من نوشتم. محاکمه سناری سر شد. در آن محاکمه بس نکته ها ایراد کرده شدند. یکی می گفت که گل نمی رسد، دیگری می گفت که زنبور نمی رسد، سیوم می گفت که درخت نمی رسد، به هر کسی چیزی نمی رسید. دم می گفتند که گذشته کم انعکاس شده است، دم می گفتند که حاضر سست، خر و کره نیست، به این چه خیل داغستان می شود. اگر همه چیزهایی را که در بارش آن وقت سخن رفت انعکاس نمی نمودیم، به نوار کشیدن فیلم تا حاضر دوام می کرد. با وجود این داغستان از 3 قسم عبارت است: کوه، زمین، بحر، خزر و چیزهای دیگر. آره، این زمین از کوه و دره، شخ و تیغه، راه و پیره عبارت است. با وجود این خاکی وطن است، در آن خون و عرق جبین اجداد ریخته است. معلوم نیست که در اینجا خون بسیار ریخته است یا عرق جبین. جنگ‌های طولانی، جنجال‌های موقتی، انتقام‌های خونی. مردم کوهستان خنجر را 100 سال فقط برای زیبش آویخته نمی‌گشتند. سرودی خلقی چنین بیت‌ها دارد: هر کجای تخم پاشی 6 قداق، خون 10 مردی جوان ریخته. هر کجای تخم پاشی زان فزون، خون 100 قهرمان ریخته. پدرم درباره سرزمینانش نوشته بود: زیاده مرده اینجا گشته مدفون، ولی خود مرده کمتر کشته افزون. در کتابی درسی جغرافیا شرح کوتاه داده شده است که 3/1 زمین ما به شاخه‌های بی‌حاصل بند است. من هم در این باب نوشتم: در آنجا حالیه وادی بیرنگ، درختان اوریان چون شاخ آهو. در آنجا کوه‌ها کوهان اشتر، کنار سنگی سیلابه کوه. در آنجا همچو گرگی گشنه خشمی، بود امواج رودی مست کهسار. در آنجا آبشاران یال شیران، در آنجا چشم چشم مرغ بیدار. در آنجا راه بین صخره و شاخ، تو گوی گیرد آغاز از دل سنگ. ز آدم پیشتر از پشتی پشته، کند پرواز آنجا شیر و آهنگ. پگاهی رادیو خبر می‌دهد که در خمزخ برف باریدن دارد، در آختاق باران،
در دربند زردالو گل کرده است، هوای کمخ تصفان است. در داغستانی خود در یک وقت هم تیر ماه و زمستان می شود، هم بهار و تابستان. کوههای خاراتن آرام نگاه، تندر صدای و عقاب سیما این فصلهای سال را از هم جدا کرده می ایستند. کلمه اوری مهر دو معنی دارد، مهر کوه و مهر بینی. پدرم شوخی کرده می گفت کوهها جهان را هر یک واقعه را هر یک دیگر شوی هوا را بوییده می ایستند. همواری ها بلند شدند تا ببینند که به نزدشان کی می آید. کوهها همین طور پیدا شدند. این گپ را حاجی مراد می گفت. مادرم در سری گهوارم چنین اله می گفت کوه بر این کلان شوی. آبی به جای گردی رودی کوه می کفد صخره ها ز بی آبی. از چی سوی روانه ای کانجا، بی تو هم هست سبز و شادابه. ای دل ز دستی تو فریاد، عاشق آن نیی که عاشق ماست. از چی داری هوای آن یاره، که به درد و غمی تو بی پرواست. مادرم کوزه خرما و چراغ سیاه فروختنی بلخری ها را دیده همیشه می گفت چه خیل دلشان نسوخته این قدر خاک را صرف کرده اند. کاش که آدم های خاک فروش را چشم کس نمی دید. البته بلخری ها استاهای ماهر، لیکن از بس که در کوهستان زمین خیلی کم است، همیشه خاک را از کوزه های آنها قیمتتر می دانند. از زمانهای قدیم روز قاصد به اول زده در آمده است. همین وقت همه مردها در مسجد نماز می خوانده اند. سواره با چارقش و چوپان بوده است، به مسجد دویده در آمده است. های نادانی خدا بی خبر، فریاد زده از صوفی. نمیدانی که به مسجد پای افساد را کشیده در آمدن در کار. چارقی من خاکالود است، چنگ و خاکی دره خودم. این خاک از این قالین ها قیمتتر، چون که به خاک ما دشمن هجوم کرد. مردم کوهستان تازان از مسجد برآمده به اسبای خود سوار شدند. مهمان دور عزیزتر میگوید دائم ابو طالب. مهمان دور یا از خرسندی زیاد، یا از محبتی بی پایان، یا از غمی گران می آید. آدمی بی پروا فلک از راه دور نمی آید. چون این عادت نیز هست اگر یگان چیزی خواند به مهمان معقول شود و وی آن چیز را تعریف بکند، دلت نشود هم تو فحش بکن. میگویند یک جوان به مهمانیش حتی عروس خود را هدیه کرده است، چون که عروس به مهمان در لبی چشمه اول معقول شده است. اما آن جوان از افتکار 200% کوهستانی بوده است. مهمان بیرو همیشه عادت قدیمی ما را سوء استعمال کرده می تواند. ولی مردم کوهستان هم اکنون پخته تر شده اند. چیزهای زیبا را از چشم مهمان دورتر بجا می کنند. اینک یک وقتا به اول از کمخ مهمان آمده همه چیز را از یک سر تعریف کردن گرفته است. به او همه چیزهایی را که چشمی طمع دوخته است هدیه کرده اند. اما پیش از گسیلانیدن او را مجبور کردند که خاک پای افزادش را افشاند. خاک را تحفه نمی کنند. خاک به خودمان نمی رسد. تمام خاک را به موزچه هاشان گرفته بردند. ما برای چی غله می کاریم؟ یک اجنبی زمین ما را خلطه سنگین نامیده است. آره، در زمین ما نفاست کمتر است. در کوهستان درختان هم کمند. کوهها به سری تراشیده مریدان به شانه پهن و هموار فیلان شباهت دارند. زمین کارم کم، حاصل این زمین ها نیز کم است. پیشتر می گفتند حاصل این کمبغل برای پر کردن سوراخی بینی همسایش نمی رسد. درست است که بینی کوهستانیان کلان برجسته. دشمن از دور خراکشی مردم کوهستان را شنیده می دانست که آنها خوابند و از روی همین نشانه بعضا ناگهان
حمله می آورد. ابوطالب روی داغ نغزکداری شخصی را دیده گفته است: تمام دانه های غله کشزاری پدرم برای این بیچاره چسبیده است تا که پی خود را گذارد. زمین مردم کوهستان کم و بی حاصل است. در این باره حکایتی هست، شاید نه یک بار شنیده باشید، چون که این قصه زمانها این طرف از زبان به زبان، از بام به بام سیر می کند، ولی آن را من هم نقل نکرده نمی توانم. بگذار کسی که شنیده اند مرا سرزنش بکنند. کوهستانی زمین خود را شدگار کردنی شد. زمین از اول دورتر بود، بنابراین او بیگاه برآمده رفت تا که صبحی برمحل کار سر کند. کوهستانی به سر زمین خود رسید و برقه را پهن کرده خواب رفت. صبح خیسته زمین را شدگار بکنم، میگوید که زمین نیست. این سو آن سو می نگرد، از زمین نشانی نیست. برای یگان گناهش خداوند آن را کشیده گرفته باشد یا شیطان آدم بیگناه را مسخره کرده پنهان کرده باشد. علاج نیافته کوهستانی غمگین گشت و به خانه رفتنی شد. برقه را از زمین برداشت و یک باره حیران شده گفت: خدایا، آخر انا زمین در زیر برقه بوده است کو؟ باز یک واقعه را نقل می کنم، لیکن این حکایت نه، واقعی رخ داده. چون در همه جای مملکت در کوهستان هم کالخاص تشکیل می کردند، آن وقتا شک و شبهه، فکر و اندیشه و گپ و کلاچه های زیادی به میان می آمدند. به کالخازی حالا چی بودنش نامعلوم نداده، خودمان خوریم بهتر گویان مردم بسیار چار پا را کشته خوردند. خصوصا مردم کوهستان دوردست یک روی و مناظره می کردند. از آن تو به خودت، از آن من به خودم، از ما باز چی می خواهید؟ می خواهید که از آن من هم به تو باشد؟ با یک اولی خورد 200 نماینده رفته آمد، لیکن بیفایده. بعضی ها پنهان شده خود را نشان نمی دادند، دیگران مناظره ها و محاکمه رانی می کردند. آیا در دنیا چیزی عمومی کم است؟ می گفتند آنها. آسمان عمومی، آفتاب عمومی، همین قدرش عمومی است، بس ماندگیش از آن هر کس به خودش. به مردم کوهستان گفتند که به کالخاز ماشین می دهند. آنها بعد این گپ هم سر جنبانیده قصه روباه را به یاد آوردند. روباه هنگام از راه در گذشتن می بیند که یک پارچه روغن خوابیده است. می خواهد تاخته رفته آن را گیرد و خورد. نمی گوید روباه. بیگپ روغن دنبه به بالای راه خواب نمی رود. اینجا سری هست. به مردم کوهستان می گفتند که به کالخاز از پایان از جایهای هموار چراگاه‌های کلان جدا کرده می دهند. همین دم پیرمرد از جا برخاست و به عصا خود را تکیه داده گفت: ما لانه های کوهی خود، پارچه های خرد کشزار خود، پیراهه های کج و کلیب خود را به تمام همواری های روی زمین نمی دهیم. این زمین از آن ما آن را مثل کودکی بیمار صدها سال نگاه بین کردیم. ما خاک آن را بروی شخا برآورده هموار کردیم، بعد آب کشاندیم که آن را آب دهیم. غله ما کم، اما هر یک دانش بی‌بها. انا برای همین آدمان جایهای ما بنان قسم میخورند. با وجود این در آن اولی یک روها کالخاز تشکیل کردند. کوهستانیانی بی سواد را راضی کردن چگونه میسر شد؟ عاقبت آنها فهمیدند که نه همه زمین ها به کالخاز میگذرند. یک قسم آنها همچون قطعه روی دریچه در اختیار کالخازچیان خواهد ماند. چقدرش؟ پرسیدن کوهستانیان یک ره. 25 ساطقی از روی استوی خواجگی قشلاق. ساطقش چیست؟ با ما فهمان. بعدی آن که نماینده فهمان هم به یک آواز گفتند: ای نویسان ما را به کالخاز چه جایی گپ؟ معلوم شد که زمین هر یک کوهستانی نظر به نارمه تصدیق شده روی دریچه
خیلی کم است. زمین سنگلاخشان برای مردم کوهستان بی‌بهاست، اگرچه زندگی در آن دشوار است. راهگذرها قطعه‌هایی به پشت کوه‌ها و حتی برای شاخه‌ها زینه چسبیده زمین، باغ‌هایی در میان سنگ‌ها بنیاد گردیده، رمه گوسفندانی در پیراهه طول کشیده و از آورینگ‌های خطرناک مانند داربازان گذرنده را دیده متحیر می‌شوند. این همه خیلی عجیب و نظررباست و بحر شعر و سرود است، اما کارم و آباد کردنش بسا مشکل. بله، اگر مردی کوهستانی را تکلیف بکنید که به همواری یا چنون که این وقتا میگویند به وادی کوچیده فراید و چی گپی شما را به خود تحقیر میشمارد. حکایت میکنند که پسر یک پیرمرد از شهر آمده پدری خود را کوچانیده بردنی شده است. به این گپ ها مرا عذاب نداده شکمت را با خنجر چاک میکردی بهتر بود. چون این جواب داده است پدری پیر. این مسئله هنوز وجود دارد و بسا مشکل و مرکب است. اینک چندین سال است که به اولها چنین شعار زیبا پرتافته‌اند. از درون خلطه های سنگین برآمده برای قالین های گلدار منزل میکنیم. این شعار به اول مردمش یک رفت هم رفته رسید، به همان اولی که در وقتش 200 نماینده برای تشکیل کردن کالخاز رفته بود. شعاری مهاجرشوی را شنیده ساکنان اول چنان مغل برداشتند که وقتی تشکیل کردن کالخاز این طریقا نشده بود. هر یک باشنده اول در این خصوص عقیده خود را اظهار کرد. اینک بعضی از آن گفته ها اگر به زنجیر بسته برید هم به همواری نمی رویم. ما را به این شخا مخبرین کفته ماندن. هیچ کس حق ندارد که ما را از لانه هامون کشیده برارد. قبر پدرهامون را اگر پرتافته به جای دیگر رویم قبرها چپه می شوند. سری من غیر از بالشت خودم در جای دیگر راحت نمی کند. بروی سنگ‌های وطنم خوابم نغزتر می برد. بروی بالشتی پریقوی بیگانه نه. من در وادی از کجا سنگ می یابم که به سوی سگ قرانم؟ آتشدان دودالودی کوهستانی هم به از بخاری زیبای وادی. هر کسی که غمی شکم دارد به آنجا رود، کسی که غمی دل دارد در اینجا ماند. ما کسی را نکشته ایم، خانه کسی را نسوخته ایم. برای چی ما را بدرقه می کردند؟ ماشین ها را در همین جا هم کار فرمودن ممکن. چراغ‌های نوگ سیمچوب را در همین جا هم کار فرمودن ممکن. چراغ‌های نوگ سیمچوب در همین جا هم در میگیرند. تلگرام از همین جا هم می رود. ما برای آن دنیا نامدیم که ایمی پشه ها شویم. بوی تپک به از دودی بنزین. گلهای کهسار رعناترند. آب چشم از آب لوله آب شیرین تر است. ما از اینجا به هیچ کجا نمی رویم. هر یک کوهستانی به شعاری از درون خلطه های سنگین برآمده برای قالین های گلدار منزل می کنیم. به طور خود همین گونه جواب داد. باز به نزد پدرم کوهستانیان چنین مصلحت پرسیده می آمدند کوچیده رویم یا مانیم. پدرم از دادن جوابی روشن خودداری می کرد. مانید. گفتم مصلحت دهم و بعد فهمند که در پایان زندگی خوب است مرا سرزنش می کنند. مصلحت دهم که کوچیده روند پس زندگی در آنجا بد باشد باز مرا سرزنش می کنند. خودتان اندیشه بکنید. گفت آن وقت به کوهستانیان غم زد. صد زمان دیگر می شود. حیات این چنین. این تنها کلاخ‌ها دیگر شده اند. فرشکه به جای پپاخ، بلکه فکرهای زیری کلاخی جوانان نیز تغییر یافتند. خونهای گوناگون، قومهای گوناگون، خلقهای گوناگون به هم آمیختن دارند. قبر پسران از اولی پدران تا رفت دورتر و دورتر می افتد. سنگها و تخت سنگها، سنگریزه و خرسنگها، سنگهای گرده و سنگهای نوکتیز از پایان با سبد خاک می کشانند
تا که در روی این سنگیستان چیز بیکارند. تیر ماه و زمستان پشته های گیاه روی را آتش میزنند تا که در بهاران علف خوبتر روید. من آن گلخنهای بیشماری کوهسار را یاد دارم. تنتنی آگردی اولین را هم یاد دارم. بهاران پیرمردان به سوی یکدیگر کلوخ می‌غرانند. در جایهای ما در ستایش آدمی سرغیرت میگویند وای بسیار کوه و کوتاه را پس سر کرده است. در مذمت شخصی بی غیرت میگویند وای یگان بار به سنگ زاغنول نزده است. بگذار گندمتان در گندمزارتان نغنجد. چنین است دعای از همه نیک و خوب مردم کوهستان. الها زمینت خوش شود از حاصل ماند. چنین است دعای از همه سخت. به همین زمین قسم. چنین است سوگندی از همه سخت. اگر خری به کشتزار می درآمد آن را می توانستی زده کشی و تو را جزایی نمی دادند. یک مرد کوهستانی چنین فریاد می کرد به کشتزارم اگر حتی خری حاجی مراد درآید روی خاطر نمی کنم. هر اول قانون و قاعده های خود را داشت، ولی در همه جا جریمه زیادترین برای پایمال کردن کشتزار پایمال کردن زمین ستانیده می شد. ضمناً تاریخ کوهستانی ما پایمال کنندگان خود داغستان را هم جزاهای سخت داده است. یاد دارم مادرم به من چنین حکایت کرده بود. وقتی که در کوههای داغستان شاه ایران نادر تارمار کرده شد، برای معاین کردن شرطهای صلح کوهستانیان به نزد شاه ایران یک پیرمردی از همه ناشد قشاق و لنگ را به یک خجیر خودش بر این پیری لاغر سوار کرده فرستانیدند. اورها یگان آدمی از تو به آبروتر از تو نمایانتر نیافتند که به نزد من فرستند؟ از من به آبروتر، از من به نفوذتر هزاران هزار، جواب داد پیرمرد کوهستانی. لیکن آدم‌های با آبرو به کارهای از این مهمتر بندند. آنها گفتند که به نزد تو بر این آدم مرا فرستادن کفایه است. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفووا. پایان گفتار 29